سلام دوستان، وقتتون بخیر. بریم برای نقطه کوبی روی ساعت دیواری. سطح کارمون رو سنباده میزنیم تا کاملا صاف و یک دست بشه. گرد و غبارش رو با یه دستمال پاک میکنیم. چون از بیس چوبی استفاده میکنیم، بهتره قبل از رنگ‌آمیزی سطح کارمون رو اول یک دست چسب چوب رقیق شده بزنیم. از رنگ آکریلیک استفاده میکنیم. رنگ زمینمون رو با چند قطره آب کاملا رقیق میکنیم. از قلممو سرتخت شماره 25 استفاده میکنیم. بهتره قلممو رو از یک سمت حرکت بدیم و حالت رفت و برگشت نداشته باشه تا رد قلممو روی کارمون باقی نمونه. یکی دو دقیقه اجازه میدیم رنگ خوش شد. از سمت دیگه دوباره رنگ میکنیم تا رنگمون پوشش کامل رو بده. برای تقسیم بندی میتونیم یک کاغذ به شکل مربع در نظر بگیریم، گوشه ها و وسط اضلاعش رو مشخص کنیم، روی بیسمون علامت بزنیم. میتونیم برای تقسیم بندی از یک نقاله هم استفاده کنیم. با پرگار نسبت به طرحی که در نظر داریم دایره هایی رو رسم میکنیم. چون رنگ آکریلیک خیلی زود خشک میشه، بهتر از یک پالت دردار استفاده کنیم. رنگامون رو برای نقطه کوبی آماده میکنیم. به رنگ سبزمون یکی دو قطره رنگ سفید اضافه میکنیم تا کمی روشن‌تر بشه. برای رقیق کردن رنگمون از آب یا مدیوم پورینگ استفاده میکنیم. کاملا هم میزنیم تا خوب ترکیب بشن. اگر لازم بود یکی دو قطره آب هم اضافه میکنیم. غلظت رنگمون طوری باشه که قلم رو میزنیم داخلش به حالت اشک بالا بیاد. از قلم داتینگ برای نقطه کوبی استفاده میکنیم. به رنگ بنفشمون هم یکی دو قطره رنگ سفید اضافه میکنیم تا کمی روشن‌تر بشه و خودشو بهتر نشون بده. اگر لازم بود با آب یا مدیوم پورینگ رنگمون رو کمی رقیق میکنیم. به رنگ سبزمون چند قطره رنگ سفید اضافه میکنیم تا سبز روشن داشته باشیم. خوب هم میزنیم تا کاملا ترکیب بشن. به رنگ سفیدمون
2-3 قطره رنگ بنفش اضافه می‌کنیم تا بنفش روشن داشته باشیم. حتما بین کار قلم رو با دستمال پاک میکنیم، چون رنگ آکریلیک خیلی زود روی قلم خشک میشه و نقطه هامون یک دست نمیشن.
چند ساعت اجازه میدیم رنگامون کاملا خشک بشن. بعد از چند ساعت که رنگامون کاملا خشک شد، رد مداد رو با پاککن خمیری پاک میکنیم. یا رنگ زمینه رو کمی رقیق میکنیم و روی خطوط میکشیم. میتونیم از اعداد آماده هم استفاده کنیم و یا اعداد رو روی طرح خودمون رنگ‌آمیزی کنیم. زمان میدیم کارمون کاملا خشک بشه. برای براق و ضد آب شدن کارمون از رزین استفاده میکنیم. سطح کارمون باید کاملا تراز باشه. حتما از دستکش استفاده میکنیم. رزین و هاردنر رو به ترتیب به نسبت 2:1 باید ترکیب کنیم. در اینجا 70 گرم رزین و 35 گرم هاردنر اضافه کردیم. چند دقیقه خوب هم میزنیم تا به یه ترکیب شفاف برسیم. ترکیب رزین و هاردنر رو به آرومی روی سطح کارمون میریزیم. با یک وسیله مثلا قاشق 1 بار مصرف سطح کار رو کاملا یک دست میکنیم. اگر روی سطح کارمون حبابی ایجاد شد، فندک رو روشن میکنیم، کمی به حباب نزدیک میکنیم تا از بین بره. زمان میدیم کارمون کاملا خشک بشه. بعد از چند روز که کارمون کاملا خشک شد، موتور و عقربه های ساعتمون رو هم نصب میکنیم.